پاچتو مثل همیشه 4 لا کن، از بالا 7 سانتی بیا پایین، یه خط بکش. 1/4 دور باز هم به اضافه 2 الی 3 سانتی برو جلو، همون عدد رو به سمت پایین بیا، علامت بزن و یه خط بکش. از این قسمت به پایین وصل کن، از اینجا 9 سانتی برو جلو، علامت بزن، وسط این قسمت رو به دست بیار و هلال کن. حالا از بالا قد شلوار رو بیا پایین، 30 سانتی برو جلو و به قسمت فاق مثل من وصلش کن. این خط رو ادامه بده و با زاپاس دوخت 1 سانتی برشش بزن. مثل تصویر شلوار رو بلند کن و صاف جلوی خودت قرار بده. از این قسمت 2 سانتی بیا جلو به پایین بس کن، از این قسمت 3 سانتی پایین رو به گوشه صفر کن و این قسمت ها رو دور ریز کن. حالا برای دوخت فاق ها رو بدوز، سردوزش کن، مثل تصویر بلند کن، قسمت فاق شلوار رو روی هم دیگه بذار و قسمت داخلی شلوار رو مثل تصویر باید دوخت بزنی. برای کمری 4 سانتی تا بزن و دوخت کن، قسمت دم شلوار رو هم 1 سانتی داخل بده. دور تا دور این قسمت رو دوخت بزن، فقط 3 سانتیش رو باز بذار. حالا یه سنجاق قفلی بردار بیار، کشم اندازه بزن، باید از این قسمتی که دوخت نکردی کشتو عبور بدی.